سلام. سلام سلام. تو فیلم ها فقط دیدیم. من رفتم 6 تا 7 تا 3 تا شاید 8 9 تا. من جوونم. به سن نیست که به پوله. از موقعی که رفتیم خواستگاری تا موقعی که جوابو بخوایم بگیریم شاید مثلا 2 سال شاید بیشترین تایم که چند بار کلا جواب ندادن، یعنی دیگه بیخیال شدن رفتن. 1 دقیقه جواب مثبت رو دادم. معطل نکردم، بیشتر بحث آشنایی بوده 4 ماه. بیشترش یه هفته دیگه کم، خیلی زیاده. چند ماه طول میکشه تا همدیگه رو خوب بشناسیم. وقتی نمیخوای ازدواج کنی دیگه چرا معطل کنی هم طرف و هم خودتو. به هر حال وقتش ارزشمنده، وقت خودم ارزشمنده. کلا دخترها حق دارن نگه دارن دیگه، یعنی کلا حق طبیعیه. 10 سال. اگه بخواد بیشتر بشناسه که به آره یا نه برسه صبر میکنم. 10 سال که مدتش خیلی زیاده به نظرم هست. چه دردی میخوره باشی بعد 10 سال. از 20 سالگی آره 10 سال قابل قبول. نمیمونن، میرم بعدی. بعد دیگه ول میکنم. آره دیگه 10 سال اوکیه. به نظر من اوکیه. 10 سال صبر کرده. چرا؟ دوستش داشته؟ منتظر چی بوده؟ از اول میخواسته بگه نه، 10 سال طرفو معطل کرده. بعدم نهش تموم شد دیگه 10 سال میخواسته پسر جمع کنه. اون موقع خونه و ماشین نبوده، اسب بگیره. بابا چی کاریه خود جواب بده دیگه. مرض داشته. کم داشته. مریض. اذیتش میخواسته بکنه؟ شاید با یه شخصیت فکر میکرده اون طرف تغییر کنه. منتظر بوده کیسه بعدی ببینه هست یا نه. اون مورده چرا 10 سال صبر کرده؟ و اون کسی که منتظر مونده چه دلی داشته؟ شاید میخواسته اذیتش کنه. دلیلش که حتما خوشش نیومده دیگه. حالا کی بوده نمیدونم کی بوده خودم. دختر پرویز شاه. نمیدونم دختر داشت اصلا. ونگوش نبوده؟ تو خود همین ایران بوده اون شخص؟ نمیدونم، لیلی و مجنون مثلا. تاسو تاریخی. نزدی ندارم. این بوده. خیلی کثیف بود واقعا. کثیف‌ترین بازی سیاسی بود که به عمرم شنیدم. طرفتو خوب بشناس. طرف خوب بشناسی بدونی ایسکا نمیکنه. 100% منافعی داشته دیگه. ما همه چی از منظر عاطفی داشتیم. آره اصلا نگاه به سیاست نکرده بود. بخونم؟ الیزابت ملکه انگلستان کل اروپا رو مسخره خودش کرده بود و با معطل نگه داشتن خواستگارهای دربارهای مختلف سیاست کشورش رو تامین میکرد. به شاهزاده فرانسه بعد از 10 سال جواب منفی داد. چون اگه سری میگفت نه، شاهزاده میرفت با دختر پادشاه اسپانیا ازدواج میکرد و اونا قوی میشدن. اون وقت میتونستن جایی که انگلیس میخواست غارت کنه رو غارت کنه. هیستوری یه ماجراجویی شگفت‌انگیز ویژه دهه 80 برای شروع ماجراجویی عدد 5 رو بفرست به 502460.